امروز میخوام شما رو ببرم به دل یکی از پر ابهام ترین و پیچیده ترین و تکون دهنده ترین ماجراهای سیاسی و همچنین امنیتی این روزهای خاورمیانه. بله، ترور آقای اسماعیل هنیه در تهران. درست شنیدید، مرد شماره 1 حماس، کسی که سالها در خط مقدم جنگ با اسرائیل بود، درست در قلب تهران در محله آرام در شمیران هدف یک عملیات مرموز قرار میگیره. اما چطور ممکنه تهران با یکی از سنگین‌ترین سیستم‌های امنیتی منطقه، شهری که همیشه به عنوان یک پناهگاه امن برای رهبران مقاومت شناخته میشد، چطور به صحنه ترور آقای هنیه تبدیل میشه؟ منو همراهی کنید تا شما را از جزئیات مهم این ترور باخبر کنم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما رفقای عزیز. من امیرحسین برازنده هستم و خوشحالم از اینکه کانال خودتون رو برای دیدن انتخاب کردید. آقای اسماعیل هنیه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان وارد تهران میشه. هیئت همراه ایشون از مقامات حماس مستقیما به مهمانسرای ویژه‌ای در شمیران یعنی کاخ سعدآباد منتقل میشه. مهمانسرایی که سپاه پاسداران مخصوصا برای دیپلمات‌ها و شخصیت‌های حساس خارجی آماده کرده. طبق اطلاعاتی که منابع امنیتی فاش میکنن، آپارتمانی که آقای هنیه در اون اقامت داشت اتاق شماره 4 بوده. اتاقی که بعدها همونجا تبدیل میشه به صحنه ترور این شخص. نکته تکون دهنده اینجاست، تیم حفاظتی حماس و نیروهای ایرانی قبل از ورود آقای هنیه به اتاق یک بازرسی کامل رو انجام میدن. از دستگاه‌های ویژه ضد جاسوسی گرفته تا جستجوی فیزیکی و همچنین همه موارد، ولی هیچ مورد مشکوکی پیدا نمیشه. پس سوال بزرگ اینجاست، چطور ترور انجام میشه؟ آیا از داخل دو رفته بود یا دشمن روشنی که کاملا بر همه چیز آگاه بود این سناریو رو طراحی کرده؟ میریم به روز سه‌شنبه که برای آقای هنیه و تهران روز پرکاری بود، یعنی مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران. در صبح مراسم آقای هنیه با استقبال گرم مقامات ایرانی و شعارهایی وارد میدون میشه. بعد از اون همراه رهبران جهاد اسلامی به موزه فلسطین میرن. شب هم در ضیافت شام آقای رئیس جمهور شرکت میکنن. اما همه چیز وقتی شروع میشه که نیمه شب آقای هنیه به مهمان خونه مخصوص خودشون برمیگردن. حدودا ساعت 12 شب بوده که وارد اتاقشون میشن. لباساشون رو عوض میکنن، نماز میخونن و بعد جلسه محرمانه‌ای با آقای خلیل هیه که نفر اول سیاسی و میدانی هست انجام میشه. این شخص مسئول اصلی و تصمیمات کلان برای آقای هنیه بوده و همچنین آقای ظاهر جباری که مغز مالی و پشتیبانی خارجی حماس بود. جلسه‌ای بین این سه نفر انجام میشه که موضوع اصلی اون تحولات جنگ غزه بوده. حالا جالب اینجاست، دقیقاً در همین جلسه خبر میرسه که یکی از فرماندهان ارشد مقاومت در لبنان ترور شده. فضای جلسه به شدت سنگین بوده. آقای هنیه خسته روی مبل دراز میکشه و حدود 20 دقیقه به خواب میره. بعد دوباره بیدار میشن و جلسه رو ادامه میدن و نهایتاً به اتاق خودشون برمیگردن. ساعت حدوداً 1:15 بامداد بود. آقای هنیه وارد اتاقش میشه و آقای وسیم ابوشعبان محافظ مخصوصشون پشت در مستقر میشن. آقای هنیه روی تخت نشسته بود. موبایلش رو برمیداره، پیام‌ها رو چک میکنه و درست در همین لحظه بود که فاجعه رخ میده. البته جزئیات هنوز مبهمه، اما منابع امنیتی میگن یک انفجار کنترل شده با یک ابزار ماکروویو بوده که درون اتاق فعال شده. بعضیا معتقدن بمب از قبل در وسایل جاسازی شده بوده. بعضی‌های دیگه هم سناریوی حمله سایبری به سیستم‌های امنیتی ساختمون رو مطرح میکنن. هر چی که بوده، عملیات دقیق، کوتاه و کاملا بی‌نقص انجام میشه و آقای هنیه ترور میشه. ادعای رسمی ایران و سپاه اینه آقای هنیه با یک پرتابه کوتاه برد حاوی 7 کیلوگرم مواد منفجره کشته شده و ایران مسئولیت رو متوجه اسرائیل میکنه. حالا اینجا دو تا احتمال جدی مطرحه، نفوذ یا تکنولوژی. نفوذ داخلی، آیا اطلاعات مسیر و محل اقامت آقای هنیه از داخل رو رفته بود؟ چون جابجایی‌های ایشون فوق محرمانه بوده و تنها حلقه کوچیکی از افراد زمان و مکان حضوریش رو میدونستن. سناریوی دوم
تکنولوژی ناشناخته است. برخی کارشناسان معتقدند اسرائیل ممکنه از فناوری‌های نوین ترور استفاده کرده باشه، مثل امواج الکترومغناطیسی یا سیستم‌های لیزری که از راه دور فعال میشن. این دقیقاً همون الگویی هست که در ترور دانشمندای هسته‌ای ایران دیده شده. این سلاح‌های الکترومغناطیسی با ارسال پرتوهای شدید به بدن مورد نظر یا تجهیزات قربانی میتونن آسیب‌های داخلی ایجاد کنن. اثرش هم مثل این میمونه که اندام داخلی یا سیستم عصبی ناگهان دچار اختلال بشه. نمونهش هم ماجرای معروف سندروم هاواناست که دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا دچار سرگیجه میشن، سردرد میگیرن و آسیب عصبی بهشون وارد میشه. علتش هم همین پرتوهای ماکروویو هدایت شده بوده. در یک سناریوی ترور میشه دستگاه رو روی یک اتاق یا تخت مورد نظر تنظیم کرد و از راه دور فعالش کرد. خب ترور آقای هنیه فقط یک ضربه شخصی به حماس نبود، این یک پیام آشکار به ایران بود. اینکه حتی در پایتخت جمهوری اسلامی اسرائیل با دشمنان دیگش میتونه به جنگ بپردازه و همچنین رهبران رو مورد هدف قرار بده. از طرفی هم پیام دور هم به مردم غزه و گروه‌های مقاومت فرستاد. هیچ کس در امان نیست، اما این ترور باعث عقب نشینی مقاومت نشد. آقای اسماعیل هنیه در تهران ترور شد و فقط یک حادثه شخصی نبود. این ترور یک زلزله امنیتی، سیاسی و استراتژیک در کل خاورمیانه بود. اما امروز هنوز ده‌ها سوال بی جواب باقی مونده. مثلا چطور تیم حفاظتی چند لایه آقای هنیه نتونست جلوی این عملیات رو بگیره؟ چه کسی اطلاعات دقیق اتاق و ساعات حضور رو به دشمن رسوندش؟ آیا این یک شکست اطلاعاتی بود یا یک جنگ تکنولوژیک در سایه؟ نظر شما چیه؟ خوشحال میشم شما هم تجزیه و تحلیل خودتون رو این زیر برای من و دوستان دیگه کامنت کنید. سابسکرایب کانال یادتون نره. اگه ویدیویی دیدید مورد پسندتون بود لایکش کنید، چون بی نهایت به تیم ما انرژی میده. ممنون از شما.